در قسمت ریال تایمز اگر تعداد ویدیوهای ما زیاد باشه، در این قسمت تمام ویدیوها را لیست میکنه، بر ما نشان میده که در 28 روز گذشته چقدر ویدیوهای ما ویو گرفته، به تمام جزئیات نشان میده. در قسمت کمیونیتی تمام کامنت ها و نظریاتی که کاربرا بر ما، کسایی که چینل ما را تعقیب میکنن و فالوورای ما هستن، کسایی که بر ما کامنت داده، در این قسمت تمامش بر ما میاره، نشان میده با جزئیات. و در سمت راست آپشن آخری که است قسمت ارن است، که در قسمت ارن که بزنیم در بالا نوشته است Become a YouTube Partner و در این قسمت همو جزئیات چینل ما رو نشان میده که ما به چی تعداد سابسکرایبر به دست آوردیم و به چقدر واچ تایم به دست آوردیم و چی مدت زمان چینل ما میتونه به درآمدزایی برسه. قسمت نوتیفیکیشن که نوشته است Get Notified، این به معنای ازی است که اگر شما این را فعال بسازین، هر وقت که شما به درآمدزایی برسین، یوتیوب اتومات بر شما ایمیل میفرسته و با خبر میسازه که شما واجد شرایط درآمدزایی یوتیوب شده اید، شما میتونید که اپلای بکنین. حرف بسیار زیاد پیچیده و خاص نداره، باید ما اون نقاط کلیدی را باید بفهمیم، ضروری است. جزئیاتش به مرور زمان هم میشه ما امرایش بلد شیم، آشنایت پیدا بکنیم، اما چیزهای مهم که هست باید از او بلد باشیم، در غیر از او درآمدزایی از یوتیوب ناممکن است. زنده و سلامت باشین. سابسکرایب کانال یادتان نره. موضوعات خوب دیگر هم امرای شما شریک می سازم تا انشالله هر مشکلی که داشته باشین رفع شوند. اوقات خوب و خوش داشته باشین. خدا نگهدار.